سالاری کوخی جوانان به نام رویق شیرالی شهری پنجکند بخشیده به روز زبانی دولتی جمهوری تاجیکستان همایشی دانه برگزار گردید. معاون رئیس شهری پنجکند پروین نقیبی نخست ساکنان شهر را با افتخار روز زبانی دولتی که رمز مقدس و جاودانه هستی ملت، مهمترین نشانه دولتداری ملی تاجیکان و اساسی ترین عامل وحدت و سرجمعی مردم تاجیکستان می باشد، از نام مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر شادباش گفته پیام شادباشی رئیس شهر را به سهم حاضرین رسانید. تاکید گردید که زبان تاجیکی در طول تاریخ هستی خیش همچون پرارزشترین پدیده فرهنگی تاجیکان سیمای ملتی کهن بنیاد ما را به طور شایسته معرفی نموده است. عالی‌ترین محصول تفکر بزرگان جهانی اندیشه، ادبیات، علم و معارف و فرهنگ تاجیک محض توسط زبان تاجیکی تا زمان ما رسیده همچون نادرترین گنجینه‌های عقلانی صاحب زبانان معرفی شدند. ادیبان و زیایان محترم، همدیاران ارجمند، همه شما را به مناسبت روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان که افاده‌گر ارزش‌های معنوی و آینه عبرت بخش روزگار ما تاجیکان است صمیمانه تبریک می‌نمایم. زبان تاجیکی فارسی تاریخ بیش از 1000 ساله داشته، دوره‌های سخت و سنگین و امتحان‌های جدی تاریخ را از سر گذرانیده است. در تمام لحظه‌های دشوار تاریخی که خطر نابودی به این زبان تهدید می‌کرد، زبان ما مانند مرغ سمندر از کام آتش نیستی سر بالا کرده با رنگ و جلوی نو عرض هستی می‌کرد و تا به حال حاضر چون جوشن تاب‌آور برای بقای ملت تاجیک نقش رخشان بازیده است. قهرمان تاجیکستان علامه باباجان غفورов در کتاب ماندگار خود تاجیکان راجع به مسئله زبان افکاری محقانه بیان کرده است. بنا به عقیده این دانشمند تاجیک، زبان امروزه ما ادامه زبان‌های دوره کهن پارسی از زمان نگارش اوستا تا به تنزل دولت هخامنشیان، دوره میانه از زمان دولت اشکانیان تا پایان دولتداری ساسانیان و دوره نو از زمان تشکل سامانیان تا امروز است. با تکیه به این نتیجه علمی میتوان گفت که زبان کنونی ما دوره‌های کهن و میانه را به سر برده در زمان سلطنت سامانیان برابر با خلق تاجیک با گنجانیدن گویش‌های زبان‌های کهن اوستایی، پهلوی، خوارزمی، باختری، سغدی و دیگر زبان‌های کهن مردم ایرانی نژاد در ترکیب خود دوباره به نام فارسی تاجیکی نو احیا شد. اینک ما صاحب زبانی هستیم که با آن صدر آن پایه‌گذار ادبیات تاجیک فارسی استاد ابو عبدالله رودکی نشسته است و در طول بیش از 1000 سال وارثان او در حوزه تمدن تاجیکان و فارسی زبانان ادبیات عالم شمول آفریدند. امروز زبان تاجیکی یکی از زبان‌های کهن مشهور دنیا محسوب بوده. عالمان و زبانشناسان جهان زبان ما را در ردیف زبان‌های معروف جهانی یعنی انگلیسی، فرانسوی، نیمسی و روسی یکی از شیرین‌ترین و شیواترین زبان‌های عالم به شمار آوردند. از بس که زبان اساسی هستی ملت و رکن اصلی از دولتداری است و پشتیبانی و توجه همیشگی دولت و حکومت جمهوری احتیاج دارد. ما خوب در خاطر داریم که نخستین قانون زبان جمهوری تاجیکستان 22 ایون سال 1989 با تشبث ضیاعی کشور قبول گردید و زبان تاجیکی در جمهوری مقام دولتی را صاحب شد. در آن زمان تاجیکستان در هیئت دولت ابرقدرت شوروی عرض هستی میکرد و سیاست زبانی همه جمهوری‌های برادری توسط یک مرکز اداره و راه‌اندازی میشد. بیشک قانون زبانی که در تاجیکستان به خوشنودی زیاد قبول گردید یکی از قانون‌های اولین در حدود اتحاد شوروی بود. حاضرین گرامی، برابر برپا شدن
اجلاسه سرنوشت‌ساز شورای عالی جمهوری تاجیکستان در سال 1992 و به فعالیت شروع کردن حکومت نو جمهوری تاجیکستان و سروری رئیس تازه انتخابی شورای عالی جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان در جمهوری وضع سیاسی نسبتاً آرام شده، حکومت جمهوری به حل مسائل زبان پرداخت. نخستین اقدامی که جهت بزرگداشت زبان ملی با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان راه اندازی شد. تجدید روز زبان شروع از سال 1994 در سراسر کشور محبوبمان بود. من بعد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت بهتر کردن وضع حقوقی زبان تاجیکی چندین تدبیرها اندیشیده. بهر تطبیق مرحله به مرحله قانون زبان در کمیسیون تطبیق قانون زبان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای تجدید و تهیه قانون نو کمیسیون مخصوص تأسیس داد که این نهاد طول سالهای 2007-2008 متن نو قانون را زیر عنوان قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان تهیه کرده به حکومت جمهوری پیشنهاد نمود. نهایت 5 اکتبر سال 2009 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان با تغییر و علاوه‌های نو از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان تصدیق کردید و در آن پیشنهاد و مقرراتی که در قانون پیشینه زبان نبود جایگاه خاص پیدا کرد. هم‌دیاران عزیز، امروز زبان دولتی اساس هویت و خودشناسی ملی ما به شما رفته برای هر فرد تاجیک عزیز و معتبر می باشد. مسلم است که تنها به وسیله زبان ملی می توان حافظه تاریخی و فرهنگی ملت را پاس داشته، پیوندانمان را با ادبیات و فرهنگ و علم و دانش در طول هزار ساله‌های آفریده مردم برقرار کرد. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که هستی زبان گروی هستی ملت، خودشناسی و خودآگاهی ملی ضمانت بقای فرهنگ و تمدنیان می باشد، زیرا کل گنجینه علمی و ادبی و فرهنگی ملت پیش از همه به وسیله زبان حفظ می گردد. با نظر داشت این وظیفه مقدس دولت و جامعه مخصوصا اهل زیاد در برابر دعوت به آموزش زبان تاجیکی اینچنین تبلیغ و تشویق آن چون زبان عمومی ملی در تفکر و ذهن هر یک شهروند کشور می باشد که این هدف خود را ما مرحله به مرحله عملی خواهیم کرد. برحق سخنرانی های پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در منبرهای بزرگ عالم از جمله در سازمان ملل متحد با زبان ناب و شیوای تاجیکی اثبات آن است که ما معرفی زبان تاجیکی و عالمیان محض در دوران صاحب استقلالی کشور محبوبمان و ابتکارات و پشتیبانی‌های همیشگی رهبر دولت درک می‌دهد. دلیل ردناپذیری گفته‌های بالا ترجمه کتاب مقدس قرآن کریم، تحفه کتاب تاجیکان و تحفه شاه اثر بی‌زوال شاهنامه فردوسی با ترجمه زیبا و رنگین زبان تاجیکی و تحفه به هر یک عائله تاجیک و تاجیکستانی که مثالش در عالم نایاب است. محترم حاضرین، رئیس ولایت سوخت معاون اولی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده نیز بهر رشد زبان دولتی، نشر کتاب‌های ادیبان، فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت باثمر کارمندان وسایط اخبار عامه و تطبیق عملی قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ولایت توجه پیوسته ظاهر می نمایند. همچنین باید ابراز کنم که گرامی داشت زبان مادری و فراهم آوردن شرایط سازگار جهت رشد و تکامل زبان دولتی هرگز معنی محدود کردن دایره فعالیت زبان‌های بین‌المللی را ندارد، زیرا در کشور ما از طرف حکومت جمهوری برای آموختن و گسترش زبان‌های روسی و انگلیسی نیز
برنامه‌های دولتی قبول شده در این زمینه هم تدبیرهای مشخص اندیشیده شدند. حاضرین گرامی، باید تذکر داد که در رابطه با تطبیق مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن کمیسیون تطبیق قانون زبان تأسیس داده شده است که در هیئت آن ادیبان، روزنامه‌نگاران، عالمان و اهل زیای شهر شامل هستند. این نهاد دولتی و علمی را ضرور است که بهر عملاً تطبیق نمودن طلبات قانونی مذکور بیش از پیش سعی و تلاش کنند و بهر پاک و بی‌گزند نگاه داشتن اصالت زبان مادری همت گذارند. بار دیگر شما حاضرین گرامی و مردم شریف پنجکن را با روز گرامی داشت زبان دولتی صمیمانه تبریک گفته به خاندان هر یک شما سعادت و آسایش و در راه حفظ و پاس داشتن اصالت زبان مادری پیروزی و کامیابی ها تمنا دارم. روز زبان مادری گرامی باد. با احترام رئیس شهر پنجکن محترم عبدالخالق خالقزاده. بعداً اسماعیل ظریفی رئیس بخش پنجکنتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان به سخن برآمده تاکید نمود که واقعاً زبان همچون واسطه معتمد آموزش تاریخ و فرهنگ و تمدن ملت در انعکاس واقعیت حیاتی جامعه نقش مهم داشته، گذشتگان ما برای رشد و انکشاف و برای بقای زبان رسمی و دولتی برآوردن آن کوشش زیاد به خرج دادند. سرای بی‌گزند من زبان مادری من، سرای بی‌گزند من زبان مادری من، کتاب عشق و پند من زبان مادری من. ز پنج رود میبرم شکوه تو برو مرای، توی نشاپور و خرجند زبان مادری من. به شاهنامه میبرم مقام تو به قرن دور، تو زردوهشت و زندی من زبان مادری من. اگرچه سرزمینی من به کوه دارد افتخار، تو قله بلندی من زبان مادری من. زبان مقام من بود به حرف تازه شادبار، زبان و کام من بود به حرف تازه شادبار، تو انگوبین و قندی من زبان مادری من. چو مادر و وطن با من توی عزیز و معتبر، چو مادر و وطن با من توی عزیز و معتبر، ترانه پسندی من زبان مادری من. ز دوری زمانه ها به دور تو رسیدیم، ز دوری زمانه ها به دور تو رسیدیم، دیار ارجمند من زبان مادری من. صاحب زبانان محترم، از نام کل ادیبان شهر پنجکن و از نام صدارت اتفاق نویسندگان تاجیکستان در این روز شریفترین روز مبارک یکایک شما را تبریک میگویم. بگذار این زبان اگر 100 قرن زیسته باشد میلیون قرن دیگر زندگی کند. سلامت و سربلند باشید. اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به راه دشوار رشد و انکشاف مقام تاریخی زبان تاجیکی و خدمت فرزندان فرزانه در حفظ و گرامی داشتی آن چنین تاکید نمودند. زبان ادبی تاجیک در جریان تشکل و تحول خود راهی نهایت پرفاجعه را طی نموده، از سنجش و امتحان‌های تاریخی گذشته به شرافت خدمت‌های بزرگ، زحمت‌های بی‌دریغ، میراث گرانبها و کارنمایی‌های بی‌نظیر فرزندان فرزانه‌اش در شکل زیبا و ناب با ذخیره‌های غنی و رنگین لغات تعبیرات برایمان میراث مانده است.
واقعا هم زبان توجکی توسط آثار پرقناوت استاد شاعران ابا عبدالله رودکی پایدار گردیده. من بعد در آثار بزرگان چون حکیم فردوسی، مولانا جلال الدین بلخی، عمر خیام، سعدی شیرازی، سیدوی نصفی، کمال خوجندی، مومن قناعت، لایق شیرعلی و هزاران سخنوران دیگر قناوت و شکوه و شهامت خاصه دریافت نموده است. در همایش ایدانه به مناسبت روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب اهل فرهنگ شهر برنامه جالب کنسرتی پیشنهاد کرده شد. هرچی او از مال دنیا داشت داد، خیطه بلخ و بخارا داشت داد. دشمن دانشگدایش دانش سینا گرفت، دشمن به سنتش دیوان مولانا گرفت. دشمن صنعت فروشش صنعت بهزاد برد، دشمن به خانه اش در خانه او جا گرفت. داد او از دست گرز رستم و سهراب را، بربران ناتوانی را توانا کرد او. خلق تاجیک خلق ارمان، آب در چشم چون یتیمان، در لبش خشم چون اسیران. از وطن تا بر کفن هر بود و نابودی که بود، بر وطن طلب و کفن طلبندگان بخشید و داد. دشمن درویش خود را شاه و دارا کرد و خود درویش شد. لیک شیر مادرش همچون نام مادرش در زبان و در دهانش سخت شد، سخت شد. در استخوانش ماند. در حد و سرحد شناسی جهان، سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطندار است او، تا زباندان است بسیار است او. با کلامی رودکی و شعری لایق تاجیکم، با دوای جانتایی ابن سینا تاجیکم، با شکوهی دولتی اسماعیلی سامانیم. گرچه دور است آن بخارا، با بخارا تاجیکم. گرچه دور است آن سمرقند، با سمرقند تاجیکم. با می تاریخی مرا گویا ستونی تازه داد. با می تاریخی مرا گویا ستونی تازه داد. با کتابی
تاجیکم با کتابی تاجیکانی جان بابا تاجیکم هیچ باکی نیست اگر دور مانده‌ام از اصل خویش هیچ باکی نیست اگر دور مانده‌ام از اصل خویش با دعای مثنوی مولانا تاجیکم با دعای مثنوی مولانا تاجیکم دشمنش را زیر پا کرد دیوشتی چود تیمور ملیک دشمنش را زیر پا کرد دیوشتی چود تیمور ملیک عینی و شاه تیمورو رحمانیش تاجیکم عینی و شاه تیمورو رحمانیش تاجیکم با کلامی رودکی و شعری لایق تاجیکم با دوای جانتایی ابن سینا تاجیکم با شکوهی دولتی اسماعیلی سامانیم گرچه دور است آن بخارا با بخارا تاجیکم گرچه دور است آن سمرقند با سمرقند تاجیکم مردم زیتانا رنجشیمم کردن اختیار تو هم زیاد کردی دلی پرم فیگار مال دلم
تمام تابوت قدم بازوریت رفت قرارم متا دادم خم شد چنان زیباری غمت سری قامتم سرگیر قامتم امیدی من وصال تو دیگر چی هست حاجتم دیگر چی هست حاجتم امیدی من وصال تو دیگر چی هست حاجتم دیگر چی هست حاجتم لیکن باز میهار مستو یا
زبانی تاجیکی زبانی عاقلان و فاضلان است، زبانی نکته‌دانان جهان است، زبانی رودکی و پیری بلخی، زبانی سعدی شیرین زبان است. این زبانی ما زبانی مادری است، فارسی و تاجیکی و هندری است. هرچی میخواهی بگو اینها یکیست، چون تفاوت در میانش اندک است. کی به شعر سعدی و بلخی است فرق، این زبان است از تمدن‌های شرق. ملت تاجیک را اصلا زبانش تاجیک است، چون که او هم این زبان را همچون جانش زنده داشت. رودکی با شکوه آوازش، بوعلی چون آفتابی آسمانش زنده داشت. حاج حافظ این زبان را خود زبانی عشق کرد. این زبان را گرمی عشق زبانش زنده داشت. از تمام این آن گم کردگان، زیشت ریتر نیست در ری جهان. زان که گم کرده زبانی مادری، حرف گوید با تو با چندین زبان. باک نگر داوری گم کرده است، یا امیدی سروری گم کرده است. زهر بادا شیر مادر بر کسی، که زبانی مادری گم کرده است. زبانی ما زبانی شیردار است، مصفاتر زیابی چشمسار است. زبانی بو حنیفه پیر توسی، زبانی رودکی ماندگار است. زبانی مادری دیبا و بردارد، چو دریا در دلش دور و گوهر دارد. دهان از هر کلامش می شود شیرین، مگر بر کام خود حلوای تر دارد. زبان در روی عالم گرچه بسیار است، زبانی رودکی ذوقی دیگر دارد. نواخته رودکی بس عود و باربد، نبود از چشم قامش نغمه هر دم. و با شاهنامه فردوسی توست، بگشته خلق ما مشهور عالم. حرف خود گوییم با لفظی دری، با زبانی رودکی و انوری. ملک خود را در جهان مشهور کرد، سروری ما با زبانی مادری. گیرم چشم از دنیای مادر، خیالم بند تشویش‌های مادر. گیرم چشم از دنیای مادر، خیالم بند
چشمشای مادر تو گویی هستی از سیماب دارد که باشد به قرار افزای مادر تو گویی هستی از سیماب دارد که باشد به قرار افزای مادر بخشای مادر سفیدی های راهی ما به عالمه بود از شیر جان بخشای مادر 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 جای مادر عالم آدمی دلسوز کم نیست کسی اما نگیرد جای مادر 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 مادر
شناور گرنایی بر دلی دریای من از کفی افسوس می آید برون آوای من گوهر آوردن برون از بحر کاری سهل نیست همتی غواص کن در بحر گوهر زای من چون شناور گرنایی بر دلی دریای من شعر فهمیدن عزیزم بهتر از نظم سخن هیچ پیدا نیست والاتر از آن پیدای من در مصلای صداقت باز کن سجاده را تا بخوانی سوره های عشق از این شوی من تا بخوانی سوره های عشق از این شوی من همچو مجنون گام زنده ره گذاری فکرتم بنگری در هر بیان طلعتی لیلای من عاشقی من نباشی سیرین کشور مکن ورنه سرگردان شوی در شهری پر سودای من ورنه سرگردان شوی در شهری پر سودای من غفلتی امروز غم فرجامی فردا می شود جهد کن تا در رسی امروز بر فردای من نکته سنجی از عجم را معلم یادگیر نکته سنجی از عجم را معلم یادگیر تا بگردی عاقبت شاگردی به همتای من تا بگردی عاقبت شاگردی به همتای من تا بخوانی سوره های عشق از این شوی من
سحر دیدم جمالت ای پری، صبح حسنی بر کمالت ای پری. این سحر دیدم جمالت ای پری، صبح حسنی بر کمالت ای پری. آب می گردم من از آواز تو، از جوابت از سالت ای پری. آب می گردم من از آواز تو، از جوابت از سالت ای پری. رفتم و چشمانم نخفت، یک شبی هم بی خیالت ای پری. سالها رفتم و چشمانم نخفت، یک شبی هم بی خیالت ای پری. شاد می گردم اگر روزی شود، این سری من پای مالت ای پری. شاد می گردم اگر روزی شود، این سری من پای مالت ای پری. از کجا یابم مثالت ای پری. از تمام گل خود باتری، از کجا یابم مثالت ای پری. میروم ناچار از دنیا ولی دل همی ماند کشالت ای پری. میروم ناچار از دنیا ولی دل همی ماند کشالت ای پری. میروم ناچار از دنیا ولی دل همی ماند کشالت ای پری. این سحر دیدم جمالت ای پری. Yolum to be on, yolum to be on, keep a smile. Let on the fire, say my Sudaman. Let on the fire, say my Sudaman. And I'll be on, and I'll be on, it didn't stop Sudaman. برشاد شکرهای خریدار شدم من، برشاد شکرهای خریدار شدم من. چشمی تنم یادوری تو صدای محتاب ندارم. آهی گوریستانی و هم گنجی طبیعت، هیچ کس که داری مثل تو آداب ندارم. آهی گوریستانی و هم گنجی طبیعت، هیچ کس که داری مثل تو آداب ندارم. ای کسی داری، ای کسی داری رقیبم خوش نکنی باز. این یاری تدیمی را فراموش نکنی باز. این یاری تدیمی را فراموش نکنی باز.
که قربانت شوم صدقم بیترم که قربانت شوم هر حرف زنده از من دلدار شنیدی افسون ببرم باش که پاسبانت شوم در حرف زنده از من دلدار شنیدی افسون ببرم باش که پاسبانت شوم مستانه من مستانه من تو بجاشو شد وقت رسیده بغم خانه بجاشو جانم تو بیا جانم تو بیا که بزاد شدم من رحمت تو را یار پشیمان شدم من جان تو را یار پشیمان شدم من زبان ما تو دریای دمان است و طرف هری تابان میهان زبان ما تو دریای دمان است و طرف هری تابان میهان زبانی به زمان شاهنامه نسیمی بوی جوی ملیانه زبانی به زبان شاهنامه نسیمی بوی جوی ملیانه زبانی خامه فرهنگ سینا زبانی شهرتی سامانیانه از آهنگنا تکرار دارد زبانی شش مقامی جاویدانه زبان آهنگنا تکرار دارد زبانی شش مقامی جاویدانه زبانی شاهسرهای نظامی زبانی در فضا داستان زبانی آمدن بی‌کمی حافظ کلام سعدی شیر زبان لفظی کمال نکته‌دان را حساب داده چون آبی روان زبانی مادری دلبندی دانش سلاحی جاویدانی تاجکان زبانی حزب را در زیالمان ندایی عینی آتش بیان زبان آید بکس با شیر مادر عزیز به اصل جان از اصل جان زبان آید بکس با شیر مادر عزیز به اصل جان از اصل جان زبان ما چو دریای دمان است و ترش گوهری تابان نهان زبانی به زبان شاهنامه نسیمی بوی جوی ملیان اگر آهنگنا تکرار دارد زبانی شش مقام جاویدان است زبانی شش مقام جاویدان است سرای
و فواره شدی، تو همان چشمکی جوشیده و فواره شدی، اشک شفاف ترین جگری خاره شدی، اشک شفاف ترین جگری خاره شدی. چشم در کو بودی جوی شدی، رود شدی، رود شدی، چشم در کو بودی جوی شدی، رود شدی، رود شدی، نوری چشمانی منو دیده ای نظاره 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 شدی. رودکی چند بگرفت و نواخت، باده انداز که سرود انداخت، باده انداز که سرود انداخت. شاه زیباسی چشمان شاه، کی جهانی از جز فسانه و با، شادی بازیا چشمان شاه، کی جهان است جز فسانه و با، زامد شاد ما باید بود، زامد شاد ما باید بود، و از گذشته مکن
مجنون داند که حالی مجنون چون است مجنون داند که حالی مجنون چون است مجنون داند که حالی مجنون چون است نامت شنوم دل زیور از زنده شود حالی من از اقبال تو فرخنده شود نامت شنوم دل زیور از زنده شود حالی من از اقبال تو فرخنده شود و از غیر تو هر جا سخن آید به میان خاطر به هزار غم پراکنده شود و از غیر تو هر جا سخن آید به میان خاطر به هزار غم پراکنده شود آمرودگی از قید غم آزاد بزی با خاطر خورم و دل شاد بزی آمرودگی از قید غم آزاد بزی با خاطر خورم و دل شاد بزی ویرانه خورمن گر آبادی در ویرانه در بین و آباد بزید ویرانه خورمن گر آبادی در ویرانه در بین و آباد بزید ویرانه در بین و آباد بزید آمرودگی از قید غم آزاد بزید هموطنان عزیز، زبان نعمت بی‌بهای زندگی اهل بشر می باشد. انسان فقط توسط زبان می تواند احساس و فکر و اندیشه های خود را ابراز نماید. زبان ملی آینه پرجلوی تاریخ، جهان معنوی و خیرت و معرفت هر یک خلق و ملت به شمار می رود. گذشته از این در فرهنگ و تمدن خلق و ملت ها از جمله ما تاجیکان زبان مادری زیربنای هویت ملی و عامل اصلی حفظ آن می باشد. زبان مادری ما زبان شیرین و شیوا و شاعرانه تاجیکی که دانش و معرفت در طول هزار سالها اندوخته مردم را در خود نگاه داشته است، گویاترین دلیل هستی و مقام حیات بخش آن در سرنوشت تاریخی ملت ما به حساب می رود. با افتخار صداقت به زبان مادری بار دیگر مردم شریف تاجیکستان را به مناسبت روز زبان دولتی صمیمانه تبریک گفته به هر یک فرد وطن در جاده خدمت به خاطر حفظ و رشد زبان دولتی برای کامیابی ها آرزومندم. خانه آباد و سربلند باشید هموطنان عزیز. منبری جهانی با شفقتی کیانی با لحن آریانی آید صدای تاجی از منبری جهانی با شفقتی کیانی با لحن آریانی آید صدای تاجی آب
بار دیگر تنتنه‌های روز زبان دولتی تاجیکستان مبارک. هموطنان عزیز، برای اشتراکتان تشکر. سلامت و سربلند باشید.